با عرض سلام و درود خدمت همه هموطنان و دوستان گرامی. اوقاتتون بخیر طلایی باشه دوستان. در مورد کشف آثارهای باستانی و حل راز و رموز باستانی همراه ما باشید. دورهای هخامنشی، اشکانیان و ساسانیان در خدمت شما هست. دوستان عزیز، در مورد کشف مقبره‌ها و گورهای ساسانی، گورهای اشکانی و گورهای هخامنشی توصیه‌های جدی دارم به شما دوستان عزیز. مقبره‌ها، گورهایی که سنگ مزار دارن، اینا دوره اسلام هستن. در فرضیه‌هایی داریم که اینا به دوران یهودیای بیزانس اشاره میشه که طبق عقاید اسلامیان این کلاک و کندن، با این کلاک گورها رو دفن کردن. آیین تدفینشون حالتی بوده که به طور اسلام بوده که شما آیین تدفین رو به هم نزنید، در صورتی که گورهای شما یهودی بیزانس هستن یا همین یهودی که به دوره ساسانیان مربوط. دوستان عزیز، در موقعیت هایی که قلعه داشته باشین یا روستای کهن، بد بیانید گورهایی که سنگ مزار دارن کشف آثار کنید. با تشکر. باید حتما قلعه داشته باشین یا روستای کهن. اینجا میتونه یه سری از قبراش میتونه هدایه بخصوص خودش رو داشته باشه. با تشکر. آرش بهرامی، فلزیاب مریم.